فرصتی برآمدن حق نظر نظروف در برابر حریفش از جمهوری از کشور رومانیا سرسیا مارسل فرا رسید. سرسیا مارسل ورزشگر 24 ساله است با لباس‌های کبود از سمت راست تلویزیون های ما و حق نظر نظروف ورزشگر 23 ساله تاجیک که در راوند یکم یا در مرحله یکم حریف گرجستانی را بسیار قدرتمندانه از صدر راه برداشته بود. ببینید در برابر حریفش از رومانیا با کدام روش و فنون روبرو می شود و دست و پنجه نرم می کند. حریف رومانیایی اون نیز با وجود 24 سال داشتن تجربه اشتراکش در گرند سلم ها زیادتر است. حدود 10 مرتبه نسبت به حق نظر در گرند سلم ها زیادتر اشتراک کرده است. ولی به هر حال ورزش است، هیچ جای پیشگویی نیست. مشاهده خواهیم کرد حق نظری که در دور اول بسیار درخشان ظاهر شد با سبب یک حرکات دروغین یا فالشاتک به حق نظر کارد زرد جزا داد داور مرکز. ببینید چگونه جویا می شود همان وضعیتی برای داشتن یا گرفتن رو ولی موفق نمی شود در لحظه اول. حریف اون بسیار حریف خطرناک به نظر می رسد و به همین ترتیب حق نظر نظروف نباید اون عمل کرده که برای دفاع های دروغین باشد استفاده کند. به هر حال اجرای اصول از سوی حق نظر بود و با سبب داشتن نااستوار و به مورد یک کارد زرد جزای دیگر با سرسیا مارسل به همین ترتیب از نظر شیدو نتیجه برابر است. حق نظر نظروف احتمالیتی درخشندگی دارد در این فصل از جودوی جهانی و یک زید حمله. ببینید با فنون داخل پای بود ولی چیزی نیست چون به شکم افتید حق نظر، ولی سرعت اجرای همین فنون بسیار بالا بود. اگر از نوارهای تدریجی داوران نبینند و قضاوت رو تغییر ندهند پس تا این جای کار نتیجه خوب است. دستور اجازه رقابت داد داور و ببینیم در جست نوبتی اکنون از کدام سمت قسمت گریبان حریف را چنگ انداخت و بعدا باز آزاد کرد و در این قسمت ببینید آن عمل یا همان گارده که از قسمت پشت حریف میگیرد حق نظر برایش موافق تر خواهد بود. اگر تواند در همون مورد در وضعیتی گرفتن از قسمت پشت حریف موفق شود پس اجرای فنون پرتابی را نیز مشاهده خواهیم کرد. ببینید اینجا تعادل قریب برهم زده می شد، یک در هم برهمی بود از هر دو جانب و یک عملکرد زیبای دیگر برای هلاک از بین اوچیماتا و یک پرتاب جانانه. همراهان من از این پرتاب لذت بردند، آنهایی که از نزدیک تماشا میکردند. ببینید وزر بچیسان رقم خورد دوستان عزیز، پهلوانانی که مراتبه اول به آنها اعتماد شد برای حضورشان در چنین مسابقات سطحی جهانی. ببینید بچیسان درخشندگی نشان میدهند. 1 دقیقه یا 8 ثانیه دیگر اگرچه برای حق نظر فرصتی کم باشد ولی برای اجرای یک اصول دیگر میرسد. حق نظر نظروف اثبات کرد بار دیگر برای گرفتن همان سمت چپ دوست داشته خود هلاک معمولی یا فنون مورد نظرش میتواند. ببینیم این گونه یک طرفه داشتن. ببینید مخلصان از اینجا دستگیری میکنن، بعضا یک دلانه تاجیکستان گفته صدا میکنند. داور برای بیرون شدن
جداگی به حق نظر یک کارت زرد جزا داد و در همین لحظه ها یک کارت زرد جزای دیگر برای حق نظر بسیار خطرناک است. نباید گریزد. فنون اگر اجرا کند خوبتر خواهد بود. بله ببینید منظر عوضات ایپان برای حق نظر به مرحله بعدی رقابت ها رفت. مبارک باشد. پیروزی دوم پیاپی حق نظر در راوند نوبتی در مرحله مقدماتی. ببینید چی درخشندگی نشان داد. این نوارها را از زاویه های گوناگون و نزدیک با هم خواهیم دید. دوستان عزیز چی جذابیت بود. ببینید آن ورزشگرانی که در مسابقات قبلی اگرچه برایشان چندان اعتماد ظاهر نمیشد، ببینید چی درخشندگی نشان دادند. هنر و استعداد فوق العاده حق نظر مبارک باشد و پیروزی که